عملکرد رژیم فستینگ به چه صورت است؟ برای اینکه این موضوع رو توضیح بدم باید قبلش توضیح بدم که بدن ما به چه صورت انرژی مصرف میکنه. بدن ما دائما در حال مصرف پکی از انرژی هستش که شامل قند و چربی میشه. توی زمانهای مختلف از یکی از اینا بیشتر از اون یکی استفاده میکنه. مثلا در ضربان قلب استراحت از چربی ها بیشتر از قندها استفاده میکنه و در فعالیت های شدت بالا از قندها بیشتر از چربی ها استفاده میکنه. در حالت فستینگ مخصوصا ساعت‌های پایانی فستینگ قند بدن به شدت افت کرده و همین دلیل بدن برای تأمین انرژی خودش از چربی‌ها بیشتر از قندها استفاده می‌کنه و همین دلیل ما در حالت فستینگ چربی بیشتری نسبت به قندها می‌سوزونیم و همین سازوکار باعث میشه که فستینگ به کمک ما بیاد که وزنمون رو کاهش بدیم. همونطور که تحقیقات ثابت کردن انجام فعالیت‌های کاردیو در حالت فستینگ چربی بیشتری نسبت به حالت معمولی می‌سوزونه. اگه تصمیم گرفتی رژیم فستینگ رو اجرا بکنی باید حتما یه سری نکات رو بدونی که به بدنت آسیب نرسونه، چون رژیم فستینگ کورتیزول رو به شدت بالا میبره. برای اینکه این نکات رو بدونی حتما پیج منو فالو کن، چون پست بعدی راجع به این نکاته.